سوی قصدجانی و جان نغمه هنرمند مشهور و محبوب افغان و توبه نغمه از هنر موسیقی حقیقت داشته است. آیا نغمه به واقعیت با رهبر طالبان دیدار کرده است؟ نغمه اکنون در کدام کشور است و مصروف چی کار باری می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یا شاپیره یکی از هنرمندان بی‌بدیل، ناماشنا و محبوب در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نغمه را میتوان از جمله هنرمندان خانم نخستین در افغانستان یاد نمود که در راه هنر موسیقی قدم گذاشت و آهنگهایش تاکنون جاودان بوده است. نغمه طرفداران و علاقه‌مندان هنر موسیقیش در میان مردم افغانستان و مردم پاکستان بیشمار بوده است. وی در سن نوجوانی با منگل ازدواج کرد و از همسرش دارای 5 فرزند می باشد، ولی در سال 2006 این دو از هم جدا شدند و از زندگی نغمه از منگل جدا شد و این دو در کشورهای مختلف زندگی داشتند. نغمه با دخترانش در امریکا بود. جدیداً تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا سوء قصد جانی بر نغمه انجام گرفته است، ولی تا کنون حقیقت این ماجرا از طرف خانواده بانو نغمه تایید نشده است. ولی تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی از هنر موسیقی دوری گزیده است و می خواهد قرآن پاک را بیاموزد. بانو نغمه اکنون در امریکا می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و سلامتی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.